پیغمبر خدا فرموده بوده است این من حق الزوج على زوجتی اذا ارادها على نفسها وهي على ظهر بعیر لا تمنعه. پیغمبر خدا چی گفتند؟ گفتند هر وقتایی که اگر مرد میخواهد که کام دل خود از زن حلالی خود برآرد، میخواهد که با زن خود هم صحبت شود، یعنی اگر عادی تر گوییم اگر خواهد که با زن خود خانه‌داری کند، اگرچه زن در بالای اشتر هم که سوار باشد باید که سخن مرد را رد نکند. اگر بالای اشتر هم گفت پیغمبر سوار باشد، وقتی اگر مرد به سوی اشاره کرد که من با تو میخواهم که یک جایه شوم، باید که زن چیکار کند؟ از اشتر پایان شود و خواهش مرد را برآورد. این حدیث پیغمبر خداست. من از یک حکمت این حدیث به شما خبر میدهم که چرا پیغمبر خدا اشتر را ذکر کردند. چرا گفتند که اگر زن بالای اشتر باشد؟ چرا اسب نگفتند؟ چرا خر نگفتند؟ چرا یک حیوان دیگر را ذکر نکردند؟ اولا حیوانی که برای زنها سواره خوب بود در اون دوره ها این اشتر بود که سوار شدن او برای زنها هیچ ضللی نداشت و هیچ یعنی حرکت های تیز هم نداشتند و زنها بالای اشتر سوار شدن در طاقت داشتند. و دوم حکمت شمین است که برای اشتر سوار شدن به نهایت کار زیاد در کار، یعنی برای اشتر را پس کردن، سوار شدن و باز اشتر را پس کرده و باز پایان شدن، اینجا مشقت زیاد طلب میکنند. از این خاطر پیغمبر گفتن همه این مشقت را زن باید که تحمل کند، باید پسی سر کند و باید پایان شود و باید حق شوهر را ادا کند. گفته بدیم که رسول اکرم گفته بدن کدام مردی که زن خود اگر دعوت میکند به سوی فراش خود، به سوی جایگاه خواب خود، فلتأتیه و این کانت علی التنور. پیغمبر گفتند اگر چنده که در حالت نانپزی هم که باشد، اگر مرد از او طلب کند باید که نزد تنور ترک کند و نزد شوهرش حاضر شود. اگر چنده اینها مبالغه هستند، یعنی اگر چنده که اینها هیچ شوهر در حالتی چی بالای اشتر باشد یا نزد تنور باشد، زن خودم ممکن که دعوت نکند، لیکن رسول اکرم این حالت ها را ذکر کردند که این معنای او را دارد که شوهرها حقوق بلندی دارند. اگر در این حالت ها هم از شما طلب کنند، شما حقی رد کردن ندارید. در دیگر حدیث پیغمبر خدا چی میگوید؟ میگوید که اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه. این دیگر حدیث است. پیغمبر خدا گفتن وقتی که مرد به سوی زن حلال خود دعوت میکند که نزد من بیا، یعنی در پهلوی من خواب کن، فلن تأتیه، این زن رد میکند، میگوید نه من در پهلوی تو خواب نمیکنم، من نزد نبیرهام خواب میکنم، یا نزد کیرینم خواب میکنم، یا نزد دخترم خواب میکنم، یا اینکه خلاص گپی مرد رد میکند، نمی آید. پیغمبر خدا چی گفتند؟ فبات غضبان علیها لعنتها الملائکه حتی تصبح. بین چی یک وعیدی سخت نسبت زن هاست. وقتی که گپی مرد که رد شد، سخن مرد که قبول نشد، البته مرد غمگین می شود، مرد غضبناک می شود. رسول اکرم گفتن وقتی که این مرد غضبناک شد، وقتی این مرد درمند شد و خواب کرد، ای زن گفت یقین بدان که تا صبح دمیدن تو در لعنت ملائکه ها گرفتار هستی. تا وقتی که صبح می دمد تمام ملائکه ها می گویند که لعنت خدا بر تو باد که تو سخن شوهر رد کردی.
دیگر حدیث پیغمبری خدا چی میگوید؟ بین والذی نفسی بیدی، قسم به خدا گفتن پیغمبری ما و شما، قسم بر آن خدایی که جان محمد در دست اوست، ایما رجل یدعو امرأته الى فراشی فتأب علیه الا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. پیغمبری خدا گفتند وقتی اگر مرد زنی خود دعوت میکند نزد من بیا، باز این زن کدام شرط و شرایط او را نمیگذارد که نزد مرد بیاید، در پهلوی مرد ایستد، حالان که وی زنی وی است، باید که وی اطاعت کند هر زمان، هر ساعت، هر وقت. فتأب علیه، ابا میکند، سخن مرد قبول نمیکند. پیغمبر خدا گفتن یقین داند که الا کان الذی فی السماء، آن ذاتی که در آسمان است، مقصد از ذات آسمانی این خداوند است، ساخطا علیها حتی یرضى عنها، انا همون ذات از این زن ناخشنود می شود، غضبناک می شود تا وقتی که اگر این زن شوهری خود راضی نکرداند. خداوند از این زن ناراضی، ملائکه ها از این زن ناراضی، پیغمبرها از این گونه زن ناراضی. وای به حال این زن، که حال این زن چی می شده باشد وقتی که خداوند ناراضی باشد، پیغمبر ناراضی باشد، ملائکه ها ناراضی باشد، پس حیات برای این گونه زن در روی زمین چگونه جایز است؟ خدا نکرده اگر همون شب این زن امانت به سوی خداوند تسلیم کند، یعنی جان به حق تسلیم کند، این زن یقینا وارد جنت نمی شود. زیرا که پیغمبر خدا میگوید ایما امرأة ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنه، کدام مرد، کدام زنی که از دنیا میگذرد در حالتی که شوهرش زنده است و شوهر از او راضی است، دخلت الجنه، این زن وارد جنت می شود. زنی که اگر شوهر از او راضی باشد، شوهری که از او غضبناک باشد، ناراضی باشد، پس او زن چگونه وارد جنت می شود؟ خدا رحمت کند زنهای دوره پیغمبر را، اگرچنده که اینها را من بارها به سمع شما رسانیدم، لیکن مادام موردش آمده است باز به شما ذکر میکنم. نظر کنید که زنهای دوره پیغمبر چگونه بودند. این روایت حسن بصری میکند. حسن بصری میگوید که زنهای دوره پیغمبر این گونه زن بودند که وقتی که شوهر به خانه می آمدن بیگاهی، زن از او چی سوال میکرد؟ چی میپرسید؟ اولین چیزی که میپرسید کم حفظت آیتا من القرآن، امروز ای شوهری من تو در صحبت پیغمبر بودی، امروز ای شوهری من تو در صحبت داملا بودی، ای شوهری من امروز تو در مسجد بودی، چند آیت از قرآن از یاد کردی؟ این سؤال زنهای دوره پیغمبر از شوهرهاشان بود. چند آیت؟ این روزی دراز تو سپری کردی، آیا بار قرآن کشاده خواندی؟ کم حفظت حدیث من رسول الله، چند حدیث از پیغمبرت از یاد کردی؟ چی صحبت ها را از پیغمبر حفظ کردی نزد ما آوردی؟ این سوال ها را زنهای دوره پیغمبر از شوهرهای خود میکردند. میگوید وقتی که شوهر از کار می آمد زمانهای پیغمبر ده، البته مردها کار میکردند، مردها مثل امروزه تنبل نبودند، مردها کار میکردند، بازم کار کردنشان باز روزدار بودند. امروز جوانهای ما و شما نه روزه میگیرند نه کار به عهده دارند. اونها کار میکردند. وقتی میگوید که از کار میگشته می آمدن بیگاهی، چی زنهای مبارک بودند، چی زنهای خدا ترس بودند. زنهایی بودند که اونها خواستگار جنت بودند، میدانستند که رضاگی شوهر این رضاگی خداست، خدا که راضی شد ما وارد جنت میشویم. این شعار اون زنها در مینه سر خود جا کرده بودند. میگوید وقتی شوهر می آمد
گویا که این شوهر یک سال ندیده باشد، این گونه میگه استقبالش میکرد، و پیش راهش میدوید، دستهای را میگرفت، سلام میکرد و پشت دستی میگه شوهرها را بوسه میکردند. گویا که این شوهر در یگان مملکت دوردست از پی کار رفته باشد. حالان که سحر برآمده بود، در مدت 5 ساعت یا 6 ساعت نمیدید، این گونه زنها استقبال شوهر میکردند. میگوید وقتی این شوهر که می آمد گویا که مهمان آمده باشد و یا وارد خانه میکردند و اولین کاری که میگه اون زنها میکردن چی بود؟ در یک ظرف میگه مثل تغاره که میگویم امروز آب گرم می آوردن و میگه شوهرها را میگفتن پایهای خود در داخل این ظرف بگذار. برای چی میکردن؟ برای میگفتن که آب گرم ماندگی شوهر را میگیرد، یعنی آن زحمت و مشقتی که از سحر تا بگاه این مرد کشیده بود برای شکم زن، برای شکم فرزند، برای بهبودی روزگارش، انا همین آب گرم آن عذاب و مشقت‌های اون پا و درماندگی اون پای می برداشت میگیرید. با دست خود میگد این پایها را میشستند، تازه میکردند. خب دستهای شوهر آب میگرفتند، در پیش اونها دسترخوان میپرتافتند و طعام شوهر آماده میکردند. چه زنهای خدمتگاری بود. وقتی میگد شب میشد چیکار میکردند؟ توضأت له و تجملت له. الک بحاجة یا فلان اتأذن لی ان اقوم مصلیا بین یدی الله رب العالمین. این سخن زنهای دوره پیغمبر است. میگوید وقتی شوهر که در جاگه خواب بکرده است، در حال میگه طهارت میکرده‌اند. این زنها طهارت میکرده‌اند، سرمه میکشیده‌اند، اسمه میزده‌اند، خوشبویی میکرده‌اند و تجملت له. تمام آن زینتی که برای زن لازم است خودشان میگه خیلی خوش جمال میکرده‌اند و نزد شوهر، نزد همان فراش شوهر راست می ایستاده‌اند. الک بحاجتون. ای شوهر عزیز، ای شوهری که احترام تو معنای آن را دارد که من فردا سزاوار جنت می شوم، آیا بر من حاجت داری یا نه؟ در حالتی که زن خیلی صورت زیبا کردگی است. امروز شما خود قضاوت کنید، کدام زن امروز طهارت میکند، جمال خودش آرایش میدهد و نزد شوهر میآید و میگوید که چه حاجت داری بر من؟ اونها امروز زنهای ما و شما جمال میکنند، عطر میزنند، اسمه میکشند، سرمه میکشند، تمام لباس بهترین میپوشند، لیکن بازار میروند، برای شوهر نی. محروم ترین کسی که امروز از جمال زن، از بوی خوش زن است، این شوهر است. اصلا بوی خوش زن نمیبینند. جمال زن هیچگاه آنها مشاهده کرده نمیتوانند. فقط آنها وقتی اگر خانه آچه‌شان بروند یا خانه پدرشان روند یا بازار روند یا توی روند، انا جمال تماشا کن. حالان که از این جمال او باید که مرد باید بهره برد، شوهر باید بهره برد، نه مردی بیگانه. راست می شده است. حاجت داری بر من یا نه؟ خوش به حالشان. به خدا قسم اونها همه وارد جنت شدگی هستند. کدام زنی که اگر خواهد این کار مشکل نیست، این اون قدر کاری نیست، با کرسکه و با رنگ و بار رخسارت تو زینت نده، بلکه تو هر روز به طهارت باش. به خدا قسم بهترین کرسکه این آب طهارت است. تون آب طهارت قطعی چهرت زیبا کرده میتوانی. در چهره تو چنان نور پیدا می شود که همه این خیمیکت هایی که هستند اینها عاجز می آیند. این کرسکه ها بعد 5 سال 10 سال چهره تو را چنان پژمرده میکنه که اگر تو 30 ساله باشی به 70 ساله مانند میشوی. وقتی مرد میگفت است که ای زن میگفت است خدا رحمت کند پدر و مادری تو را. البته این گونه زن در همین خیل معامله میکنی. خدا پدر و مادری تو را رحمت کند.
من الحال بر تو هیچ حاجت ندارم، بلکه مانده شدم خواب میکنم. بعد این سخن شوهر، این زن سخنی خود قطع نمیکرد است، میگفت است اتأذن لی ان اقوم مصلیا بین یدی الله رب العالمین. ای شوهر عزیز، مادامی که بر من حاجت نداشته باشی، اجازت نمیدهی که 2 رکعت نماز در حق جان تو خوانم. نماز در حق جان شوهر از شوهر اجازت میگیرد. اجازت نمیدهی که 2 رکعت نماز من در همین دل شب خوانم و در حق تو دعا کنم که خدا عمر تو را دراز کند، خداوند توفیق تو را زیاد گرداند، خداوند تو را بالای فرزندهای من نگه دارد. اجازت میدهی یا نمیدهی؟ چه زنهای مسلمان بودند. اونها میدانستند که این معامله فردا به نهایت مکافات کلان دارد. زن نزد پیغمبر آمد، ای پیغمبری خدا، میخواهم که شوهر کنم، چی اجازت میدهی؟ چی خدمت کنم؟ آیا وظیفه های شوهر چی است؟ رسول اکرم چی گفتن؟ لو کان من فرقه الى قدمه صدید فالحسته المرأة ما عدت شکره. پیغمبری خدا گفتن، ای خواهر، گفتن شوهر میکنی؟ گفت بله شوهر میکنم. گفتن حق شوهر این است که اگر از تار سر شوهر تا کف پای شوهر اگر زرداب باشد یا خون باشد، اگر تو زبان خود براری، فالحسته، اگر پاکیزه بدن همین شوهر، تا حال شکرانه شوهر به جا آوردی، تا حال تو شکر شوهر به جا آوردگی نیستی. اگر چند همین عمل قبیح را، همین عمل دشوار را تو اگر به عهده گیری و اگر انجام دهی. این گونه بودن زنها. قصه ام سلیم چه قصه ای هست که عبرت آمیز است برای همه زنهای روی دنیا. موردی گفتنش آمد، نگاه کنید که در کدام حالت ام سلیم با شوهر خود خانه‌داری میکند، کدام حالت بالای ام سلیم آمده بود. ام سلیم این مادر انس است. حضرت انس مادرش ام سلیم بوده. پدر انس وقتی از دنیا میگذرد، ام سلیم به شوهر میماند. یک زمان از ام سلیم سپری می شود از مادر انس و مادر انس شوهر می کند. شوهر دویوم او ابو طلحه می باشد. ابو طلحه بسیار آدم خدا ترس بودند، بسیار آدم خدا جوی بودند و باغ کلان هم داشتند. می گوید وقتی که ابو طلحه را گرفت، بعد 1 سال گذشتن، ام سلیم باز صاحب یک فرزند شدند از این شوهر دویم که این فرزند را نامش را گذاشتند عمیر. عمیر نام گذاشتند. عمیر میگوید روز به روز دسترویک میشد، کلان میشد. چی در نزد پدر و مادرش عزیز بود، بسیار پدر و مادر دوستشان میداشتند. حتی پیغمبر خدا میگد گاه می آمد همین عمیر را میگد، همین فرزند ابو طلحه را نوازش میکرد، با او بازی میکرد، او را مذاق میکرد. باری میگد همین عمیر بیمار شد، بیماری تب. ابو طلحه میگد روزا روزدار بود، بیگاهی به خانه می آمد و میپرسید که عمیر چگونه هست، از حال او میگه خبر میگرفت. گاه روز میگه تبش بلند میشد، گاه روز تب عمیر پس میشد. خاصه از بین هفته گذشت یا 2 هفته گذشت، یک روز میگه همین ابو طلحه از پی صحرا شدن، از پی کار شدن که فرزندشون عمیر تبش بلند شد. تب بلند شد و مادرش ام سلیم اطراف فرزندش میدوید، دوایی میکرد، دوستداری میکرد، آب خنک می آورد. لیکن قضای الهی بوده است.
عمر از دنیا میگذرد. میگد قسمی بیگاه بود، آمد ابو طلحه بود. در حال میگد این ام سلیم این فرزند خود عمر را میگد غسل داد، تازه کرد و در کفن میگد گرفت و برد در خانه دیگر گذاشت. وقتی بیگاه شد میگوید که این ابو طلحه که آمد پرسان کرد. اولین سوالی که کرد حال عمر چگونه است؟ فرزندمان چی خیل شد؟ ام سلیم چی جواب دادند؟ میدانستند که ابو طلحه روزدار است. گفتند امروز نظر به پیشینه کاملا خوب است و الحال ابو طلحه استراحت دارد. خوب می شود که از حال او دیگر خبر نگیری. ابو طلحه میگد با یک دلی پر چیکار کردند؟ رفته در خانه ای که دائم طعام میخوردن نشستند و ام سلیم میگوید طعام آوردم، روزه را کشادند. شب میگوید در پهلوی این ابو طلحه خواب کردم و حتی با ابو طلحه خانه‌داری کردم. کی میتواند؟ چگونه زن میتواند که در خانه‌ای که در پهلوی او هست فرزند او وفات کردگی هست، یگانه فرزند او، در همین خیل حالت باز شوهر خود خدمت میکند، با شوهر سیر آشکار نمیکند. برای چی؟ تا که ابو طلحه روزدار است. اگر من گویم که وی وفات کرده است این الک غمگین میشود، یعنی اشتهای او میگردد، طعام نمیخورد و ضعف و بی‌قوتی ابو طلحه را فرا میگیرد. گفته چی یک نیتهای نیکی در مینه سری ام سلیم دور میگشت. همون شب خانه‌داری کردند. میگد قسمی سحر شد. زنهای اون زمان عادت داشتند که پیش از شوهر میخیزند و آب طهارت برای شوهر آماده میکردند. امروز کم است آن زنهایی که برای شوهر آب طهارت گیرند، کم است. شوهر میخیزد خود میرود طهارت میکند تا حال زن خواب است. بعض زنهای دیگر حتی که اگر آمده جماعتی بامداد میخوانیم میریم تا حال برزگاه خواب است، بیدار نیست. اونها این عادت نداشتند. در حال میگد بیدار شدند، از پهلوی شوهر خیستند، به نیت آب طهارت خیستند. لیکن مادامی که مادر بودند دلشان طاقت نکردند. گفتند ابو طلحه گفتند اگر مبادایی که یگان کس یک ودیعت، یک امانت به ما و شما دهد، مثل خواه بیل است، خواه تیشه است، خواه لباس است و یک مهلت برای او به ما و شما جدا کند، آیا او را گرداندن دادن لازم است یا نه؟ ابو طلحه گفتند البته امانت باید خیانت کردن در کار نیست. امانت چیزی هست که باید در حال به صاحبش گردانده شود. گفت ابو طلحه گو آگاه باش که امشب همون امانتی که فرزند ما و شما عمر بود جان را به حق تسلیم کرده بود. من نخواستم که تو را آگاه کنم، زیرا تشویش بالای تو می شد. تو آدمی روزدار بودی، تو آدمی مانده بودی، از این خاطر ما وی را غسل دادم، کفن کردم. الحال برای تو خبر می دهم. ابو طلحه میگوید غضبناک شدند، از جای خود خیستند و دوان نزد استاد خود، معلم خود، سرور خود، راهبر خود حضرت محمد صلی الله علیه و سلم روانه شدند. آمدن نزد پیغمبر شکایت کردند پیغمبر خدا این حالت دیروز بیگاهی بالای فرزند من رخ داد، لیکن زن من این حالت را برای من بیان نکرد، این چی میشده باشد؟ پیغمبر خدا گفتند خوش به حالت ای ابو طلحه که چی زنی مسلمان را تو صاحب هستی. امشب این خانه‌داری که شما کردین پیغمبر خدا به نور نبوت دانستند. گفتن از این نطفه شما، از این خانه‌داری شما بی نهایت فرزند خوب به دنیا می آید. صحابه ها حکایت میکنند که وقتی پیغمبر از دنیا گذشتند این زن فرزند را تولد کرد به نام عبدالله، که بعد این عبدالله میگوید باز 8 بچه دیگر تولد شد، 9 بچه شدند.
که همه اینا حافظ قرآن بودن. همه این به خاطر چی آمد؟ به خاطر احترام شوهر آمد، احترام ام سلم از برای شوهرش آمد. این 9 تا حافظ قرآن، این حزل نیست، این شوخی نیست. خداوند با همون زن نصیب میگرداند که اگر احترام شوهر داشته باشد، با قدر شوهر میرسیدگی باشد. چگونه زنهای خوبی بودند، چگونه زنهایی بودند که با شوهرهای خود این گونه معامله ها را میکردند. میگوید اسماء در حکایت صحابه میگذارد، اسماء میگوید فرزند یزید انصاری بود. بار میگوید نزد پیغمبر آمدم و گفتم پیغمبری خدا، پدر و مادرم فدای جان تو باد، من نماینده از بین زنها هستم، مرا نماینده انتخاب کردند و با پیش جناب شما روان کردند تا که از تو من سؤال دارم. گفتند چی سؤال داری ای اسماء؟ میگوید اسماء گفتند پیغمبری خدا، تو هم پیغمبری مردها هستی هم پیغمبری زنها هستی. گفت بله من هم پیغمبری مردها هستم هم پیغمبری زنها هستم. گفت ای پیغمبری خدا، امروز مردها نماز جمعه میخوانند، مردها نماز 5 وقته جماعت میخوانند، امروز مردها نماز جنازه میخوانند، امروز مردها عیادت بیمار میکنند، امروز مردها حج میکنند، امروز مردها عمره میکنند، امروز مردها از همه بزرگ جهاد میکنند و ما در خانه مستور هستیم، با ستر هستیم، در خانه نشسته هستیم، فرزندهای اونها را در شکم خود میبرداریم، شهوت اونها را میشکنیم، لباسهای اونها را میشوییم، لباسهای اونها را میدوزیم. ای پیغمبری خدا، بازم این مردها در ثواب از ما گذشتند. رسول اکرم میگوید طرف اصحاب گشتند، گفتند آیا در بین زنها چنین سؤال کننده را میابید یا نه؟ این سؤالی که این زن کرد آیا از زبان هیچ زن شنیدگی هستین یا نه؟ گفتند نه پیغمبری خدا، اولین سؤالی است که ما از زبان اسماء شنیدیم. رسول اکرم چی گفتند ای اسماء؟ گفتند رفتن نزد همه آن زنهایی که تو را برای خود نماینده انتخاب کردند، با همه زنها آگاه کن که اگر زن جهاد کند، اگر چی مقدار ثواب گیرد، شما هم همون ثواب میگیرین در حالتی که اگر احترام شوهر داشته باشید. 5 وقت نمازی که شوهرها میخوانند و آنها هر روز 135 ثواب از خود میکنند، شما هم همون ثواب در خانه میگیرین اگر احترام شوهر داشته باشید. اگر شما شوهر قبول کنین، با زبان خود آنها را آزار ندهین، با چهره های ترش خود دماغ اونها را ویران نکنید، شما هم همون ثوابی که امروز مردها چه از حج باشد، چه از عمره باشد، چه از نماز باشد، شما هم صاحب میشوید وقتی که اگر احترام شوهر داشته باشید. لیکن هزار افسوس امروز شوهرها را میبینی بیچاره چه عرابه میکشند، چه ماشین میشوند، چه در قدهای راه خدمت مردهای دیگر را میکنند. یعنی همه برای بهبودی زندگی هست. یکی وقتی بیگاه می رود، شاید بیچاره به 1 سامان رود، شاید به 2 سامان رود، شاید به 5 سامان رود، شاید روز هیچ برار نشود، بی پول رود. لیکن از آزار زنها چه مشقتی دارند. برابر قبول شدن حالان که خوش آمدی، مرحمت، چکار کنیم ای شوهر، خسته نشو، انشاءالله این مشکلات ها دور می شود. این گپ های نیک ماندگی چه عذاب های با زبان نسبت شوهرها می دهند. روز میگوید پیغمبر خدا عایشه را فریاد کردن، عایشه نزد من بیا، و گفتن ایما امرأة کلفت زوجها فی نفقتها ما لا یطیقه لم تنلها رحمت ربی وليس لها شفاعت یوم القیامت. ای عایشه گفتن آگاه باش، کدام زنی که اگر با زبان خود شوهر خود آزار میدهد یا از شوهر خود آن مقدار مال طلب میکند که ما لا یطیقو، شوهر طاقت او را ندارد و این زن طلب کرده ایستاده است، لم تنلها رحمت ربی، یقین داند که رحمت خدا بالای این زن نمیبارد، ولیس لها شفاعت یوم القیامت، و این زنی که شوهر خدا آزار میدهد
این از شفاعت من روز قیامت محروم است. این زنها امروز وجود دارند. امروز چی دعوت‌های از مردها میکنند، چی تشکیل‌های طلب میکنند که مردها طاقت او را ندارند، چی گناه‌های از شوهرها طلب میکنند، چی راه معصیت طلب میکنند که همین کار انجام میدی، همین معرکه را میکنی، فلانی را در خانه من حاضر میکنی، حالان که این گناه است. شوهری هست که خدا ترس است، میگوید من حاضر نمیکنم، لیکن شوهر او را زن پیوسته آزار میدهد، چی به زبان باشد و چی به دست باشد. وای به حالش که البته اونها وارد جنت نمیشن. این دنیا یک دنیایی است که بی نهایت قلیل است، بی نهایت کم است. زود است که این شوهر و این زن در پیشگاه خداوند راست میشوند. اون حالت این زن 1000 پشیمان که شود، دیگر پشیمانی نزد آتش دوزخ هیچ فایده ندارد. پشیمانی این دنیا را فایده دارد، احترام در این دنیا فایده دارد. اون دنیا دیگر پشیمانی و احترام دیگر هیچ معنی ندارد. حتی بین رسول اکرم میگوید لا تؤذی امرأة زوجها فی الدنیا الا قالت لها زوجته من الحور العین. وقتی میگوید در دنیا مردک زیر تحقیر زن قرار دارد، یعنی پیوسته شوهر آزار میدهد، پیوسته سخن شوهر قبول نمیکند، با شوهر دائم با زبان درشت خود معامله میکند. رسول اکرم چی گفتند؟ گفتند که این مردها در جنت زنها دارند به نام حور العین. همان حور العین، همان حورهای جنتی وقتی این معامله بدی زنها را که در دنیا نسبت شوهرها که میدیدند چی میگفتند؟ به زن چی میگفتند؟ قاتلک الله. این چی یک سخنی سختی از جانب حورهای جنتی نسبت زنهای دنیوی است. قاتلک الله فانما هو عندك الدخیل یوشک ای یفارقک الینا. گفته است که ای زن دنیایی، اینقدر شوهر آزار میدهی، اینقدر شوهر خوب قبول نمیکنی، قاتلک الله، خدا تو را قتل کنه، خدا تو را هلاک کنه. فانما هو عندك الدخیل، یقین بدان ای زن دنیایی که این شوهر در نزد تو موقت است، این در نزد تو مهمان است. یوشک ای یفارقک الینا، زود است که تو را ترک میکند ای زن دلازار و نزد ما میآید. این حورهای جنتی نسبت همون زنهایی که در دنیا معامله دارند انا این گونه معامله میکرده. لکن چگونه ای که سر آغاز صحبت ما و شما در باب دعوت کردن زن به سوی جایگاه خواب بود و زنها اگر قبول کنند از حدیث هایی که به شما بیان کردم انشاءالله اونها برخوردار می شوند، اگر قبول هم که نکنند آن وعید هایی که خواندم چی می شوند؟ سزاوار می شوند. لکن باز به شما خاطر رسان می کنم که جوانای عزیز، من باور کنین از این خدچه ها و از این مراجعت های زنها به خلاصه آمدم که به شما همه خبر می دهم، چگونه که در جمعه پیشین به شما خبر دادم که خانه‌داری ها را باید که با طریق برنامه های تلویزیونی نکنین. خانه‌داری هاتون مثل خانه‌داری های غربی ها نکنین، اینا حرام هستند. شما تقلیدی به مردم غرب نکنید. ملت را رفت چون آیین زده است، ملت را رفت چون آیین زده است، مثل خاک اجزای او از هم شکست. هستی مسلم ز آیین است و بس، باطنی دینی نبی این است و بس. خدا رحمت کند محمد اقبال لاهوری را، میگوید از مردم غرب شما پیرو نشین، آن دین و آیین و آن رسم و اصولی که داشتین با او رفتار کنین، با آنها شما معامله نکنین.
با گفتار و کردار اونها شما چیکار نکنید؟